سلام رفقا، وقتتون بخیر باشه. امروز قراره بهتون بگم چجوری با کمترین هزینه قطعات گوشیتون رو خودتون بتونید عوض کنید. ببینید گوشی من ساده است، سواد ندارم. خب LCD شکسته، میخوام برم علایالدین و براش LCD بگیرم. من از موبایل فروشی محلی قیمت کردم، گفتن که 2,800,000 تومان LCD درجه 2 های کپیشه. باتریش هم که شارژ خالی میکنه، قرار اونم عوض کنم. باتریش هم گفتن که 800,000 تومان، مجموعاً 3,600,000 تومان LCD و باتری فقط جدا، یعنی بجز هزینه تعمیر. هزینه تعمیرش هم 800,000 تومانه، میشه 4,400,000 تومان مجموعاً با تعویض. حالا من میخوام خودم برم بگردم LCD شو و باتریشو بخرم و اینکه خودم عوض کنم، ببینم چقدر در میاد برام. ببینید راحت ترین راهی که بخوایم برین شما علایالدین با مترو به نظر من، چون که نه وسیله نقلیه نیاز دارین، عمومیه، راحت میتونین برین. و ایستگاه سعدی باید پیاده بشین، 2 تا 4 راه با بعد از ایستگاه سعدی به سمت جمهوری پاساژ علایالدینه. یه حدوداً 10 دقیقه پیاده روی دارین که برای سلامتیتون هم خوبه. اینجا هم 4 سعدی، یعنی به سمت جمهوری 2 تا 4 بعدش میشه علایالدین. حالا اگه خواستیم با موتوری هم میتونیم برین یا با اسنپ ماشین، ولی خب ماشین خیلی ترافیک، اصلا بهتون توصیه نمی کنم چون اذیت میشید. آره با مترو یا با موتور راحت تر میتونیم برین. خب بچه‌ها اگه هم میخواین قطعه مورد نظرتون رو با قیمت پایین پیدا کنین، با خیلی بگردین تو قطعه فروشا، مغازه که قیمت رو دستتون بیاد، بعد به پایین ترین قیمت بخرین. اینجا هم حالا بریم بگردیم یه جا پارک پیدا کنیم، سری پارک کنیم، بریم تو ادامه کلیپو بگیریم. همونجوری که میبینین همه چی اینجا شما میتونین پیدا کنین، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. بیشتر موبایل فروشی های تهران هم بارشون از علایالدین میخرن میفروشن، ولی خب شما هر قطعه فروشی که رفتین اون قطعه رو میخواستین، قیمت بهتون گفتم پلاکشو داشته باشین که جای دیگه رفتین گمش نکنین بخواین دنبالش بگردین. پلاکشو تو نوتتون یادداشت بکنین که بدونین کجا بوده. منم چند جا گشتم، 2,200 2,400 قیمت LCD بهم دادن. قابش هم که اینجا پیدا کردم 120,000 تومان، چون محلمون نداشتن قابشو. گلسش هم 100,000 تومان که از همینجا خریدم. خب خوشبختانه برادر دوستم پیدا کردم، علی جونو. LCD رو بهم داد 2 میلیون، باتری 400,000 تومان با هزینه نصبش 400,000 تومان، 2,800,000 با قطعات جانبی 3 میلیون، 1,400,000 جلو افتادم. ممنون علی جون. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لطف کنید چنلمو سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.